حکومت رحمانوف برای خاطر دوباره از مردم اون عدالت بگیره و از مردم آزادی را بگیره، برای خاطر دوباره مردم با ظلم و با جبر و با ناعدالتی و با تاریکی مردم اداره کنه، باید همیشه بالای مردم کسانی را بمانه که مردم ترس بتیند. مردم ترس بتیند به همین شکل یکی از راههایی که میخواهند بیشتر مردم ترس بتیند، انا در لیست 4 نسبیسکه داخل کردن مردم های. اینه که کشورهای سابق شوروی بین یکدیگرشون یک اتحادیه دارند و کوشش میکنند که به یکدیگر همکاری کنند. اینا موفق نمیشوند. درست است میکشند، به قتل میرسانند، درست است، اما این کار دوامدار نیست. شما تصور کنین که اروپا برای خاطر که به این روزهایی که اتحادیه اروپا آمده است رسیده است، اروپا یک زمان چنین شخصایی که در بینشان قرار داشت از همین ملت بدن، اونها هم همین زبان صحبت میکردن، کینگ بدن، شاهی بدن، بیرحمترین وسایل عذاب استفاده میکردند و مردم شکنجه میکردند تا که مردم لب نکشایند.